سلام به دوستان، به کانال شیرینی و شوریلی با فایده خوش اومدید. اینجا قراره با هم کلی دستور خوشمزه و آسون یاد بگیریم، از شیرینی و کیک و دسر گرفته تا غذاهای خوش‌طعم و خونگی. امروز میخوام نان کدو حلوایی رو بهتون آموزش بدم. بریم که این نان خوشرنگ و خوشمزه و خوش‌عطر پاییزی رو بهتون آموزش بدم. مواد لازم: آرد 550 گرم که 400 گرم آرد شیرینی‌پزی و 150 گرم آرد سبوس داره. کره 50 گرم همدمای مفید شده باشه. پودر مایع خمیر 12 گرم، شکر 30 گرم، نمک 1 قاشق سرخالی، آب ولرم 80 میلی لیتر، تخم مرغ 1 عدد، کدوی پخته و پوره شده 300 گرم. ابتدا آب و مایع خمیر و شکر رو میریزیم توی ظرف و درش رو میذاریم به مدت 1 ربع تا مایع خمیرمون به عمل بیاد. اینجا حدود 1 ربع گذشته و ما میریم سراغ پودر مایع خمیرمون. دوستان ببینید چقدر خوب پف کرده و عمل اومده. اینجا بقیه مواد رو بهش اضافه میکنیم. یک عدد تخم مرغ داشتیم که توی ظرف جداگانه یک کمی میزنیم تا از لختگی در بیاد، به مواد اضافه میکنیم و کره هم که با محیط همدم شده اون هم اضافه میکنیم. - 300 گرم کدوی پخته و پوره شده رو اضافه میکنیم. با قاشق اینا رو هم میزنیم. بعد آخر آرد رو بهش اضافه میکنیم، الک میکنیم روی مواد. ابتدا با قاشق هم میزنیم. تمام آرد رو به موادمون اضافه کردیم، قاشق رو میذاریم کنار و با دست ورز میدیم. بعد از ورز دادن اینجا دوستان ممکنه که شما به آرد بیشتری نیاز پیدا کنید، هیچ اشکالی نداره. آرد رو تا یه حدی که به دستتون مواد نچسبه میتونید اضافه کنید. بعد از اینکه خمیر رو قشنگ ورز دادین، یه حدود تقریبا 15 تا 20 دقیقه باید خمیر رو ورز بدین یا اینکه 100 بار سطح کارتون این خمیر رو بکوبید. و در آخر خمیر رو به شکل یک چونه بزرگ در میارین و توی کاسه‌ای که کفش رو یک کمی چرب کردین این خمیر رو میذارین و روش رو میپوشونید. به مدت 40 دقیقه تا 1 ساعت میذارین استراحت. خب حالا میایم سراغ خمیرمون. ببینید چقدر قشنگ پف کرده اومده بالا. اینجا ابتدا من پف خمیر رو میگیرم، یکم ورزش میدم.
من معمولا نون بربری، مدل نون بربری درست میکنم. این خمیر رو من به 2 قسمت تقسیم میکنم، میشه 2 تا نون بربری بهم میده. و بعد توی سینی فرم که یه ورق سیلیکونی انداختم، خمیرم رو میذارم رو اون، تو همون سینی هم من با دست بهش شکل میدم. بعد با تخم مرغ کامل که قبلش زده باشین از لختگی در اومده باشه با فرچه رومال میکنم. بعد کنجد و سیاه دونه روش میپاشم. بعد توی فر با دمای 180 درجه 10 الی 15 تا 16 دقیقه نون ما آماده میشه. نونای ما آماده شد. ببینید چه بافتی پیدا کرده، چه رنگی داره، چقدر جذابه. امیدوارم که شما هم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. فراموش نکنید که منو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی منو از دست ندید.